الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. برادر سوال نمودند که حدیثی که در مورد برآمدن یک مرد قحطانی در آخر الزمان هست به ما شرح میدادید. البته ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لا تقوم الساعه حتى يخرج الرجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قیامت قائم نمی شود تا همان زمانی که یک مرد از بنی یا قوم قحطان برآید و مردم را به عصایش اداره بکند. و این حدیث صحیح است. امام بخاری و مسلم روایت میکنند. امام بخاری زمن الفتنه و امام مسلم در کتاب فتنه این حدیث را روایت نمودند. حدیث متفق علیه است. یکی از علامت های خرد یعنی علامت های صغرای روز قیامت این برآمدن یک مرد صالح از قوم قحطان است که مردم را به نهایت خوب اداره می کند و اسلام را عزت می دهد. بارک الله فیکم. اولا قحطان چیست؟ قحطان یک قومی هست که اصلش در یمن است. اصل قحطانی، اصل این قوم یمنی است. اما امروز ما نمی توانیم بگوییم که همه قحطانی ها در یمن هستند، برای آنکه در تمام خلیج و منطقه های عرب قحطانی ها منتشر شده اند. یگان دولت عربی نیست مگر اینکه در وی یک انسان، یک عائله از قحطان وجود دارد. اما علما میگند این قحطانی که در آخر الزمان می آید گرچند که خودش در یمن تولد نشده باشد هم نسبش، باباهایش به همون قحطانی های یمن باز می گردد. پس این مرد کیست؟ این مرد دوست امام مهدی است. البته در زمان برآمدنش علما اختلاف به 4 قول کردند. بعضی گفتند پیش از امام مهدی میبرد، بعد از کسی گفتند همراه امام مهدی، بعضی گفتند بعد از امام مهدی، بعضی گفتند بعد از حضرت عیسی علیه السلام و غیره. لیکن قول راجح همین است که خیلی که حدیث ها بر این دلالت میکند در مسند احمد و غیره و مسند بیهقی و بزار که این مرد با همراهی امام مهدی زندگی میکند، یعنی در زمان امام مهدی میبرد. در زمان امام مهدی به نهایت 2 مرد صالح ببینید در آخر زمان، 2 مرد یا که 3 مرد که امت اسلام را عزت میدهند به وجود میاد. مهدی و این مرد قحطانی و عیسی علیه السلام که الله رب العزت و الجلال به آسمان برداشته است و از آسمان از جنت بار دیگر میفرارد، نازل میکند. پس این مرد قحطانی، مرد صالح را علما میگویند که حتی از جمله خلیفه های راشد حساب می شود، از جمله خلیفه راشدین حساب می شود. و این مرد صالح را امام مهدی همچون امام و خلیفه مسلمان ها میگذارند. بارک الله فیکم. امام قرطبی رحمه الله میگویند که یسوق الناس بعصاه، مردم را به عصایش اداره میکند. معناش این که کنایه است. میگن این یک جمله کنایوی هست از این که مردم به نهایت به این انسان اعتقاد میکنند، پیرو میشوند و سخت به گرد این انسان اتفاق میشوند و جمع میشوند. بارک الله فیکم. یعنی مسلمان ها به همین مرد صالح قحطانی اطاعت خیلی هم شدید میکنند و در زمان این مرد اسلام عزت مییابد و قوت مییابد. و قرطبی میگن که در ذکر عصا در این حدیث، عصا یک خشونت نسبتی همین مرد قحطانی است. البته شیخ یوسف الوابل میگن که تعلیق به کلام قرطبی میکن، میگن یعنی خشونتی این مرد قحطانی نسبتی مسلمان ها نیست، سختگیری مرد قحطانی نسبتی انسان های ظالم، گناهگار، فاجر است، اما نسبتی مؤمن رحیم است و رحمان است. پس بارک الله فیکم.
این مرد قحطانی امام مهدی نیست، بلکه این دیگر مرد است که در زمان امام مهدی می آید و امام مهدی این دیگر انسان است که همه این علامت صغرای روز قیامت.